یک بازارچه که موسمی مونیده برادرای بازارچه دهقانه میای خرید میکنی میری شب بهادر پیشه که فرزند داد زمین در حقیقت بهارم حس میکنی بهار زیبا شکل فسان. دوستان عزیز برادرای قدردان کسانی که در دولت روس هستند شرکت محیدین ما توصیه میتون برای گذشتن گرانیتسا البته شوفرای تجربه دار طول چندین سال 10-11 سال قریب تا 15 سال میشه که در همین راهن محرمت در همین رقم زنگ بزنین برای گذشتن گرانیتسا شرکت محیدین تنها شما زنگ زدن. خدا نگهبان امان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز برادرای قدردان اینا بازارچه رو بینید و حلاوت ببرید. یک به قول خود بازارچه لید نی به گفتی روسا بازارچه تابستانه مقصد موسمی یعنی که در فصل بهار در تابستان در همه فصل خیلی هست و یکمی در زمستان ممکن اینجا خنک میشه و وقتای روزای برفی دار آدم نباشه دیگه همه وقت آدم از دیگه بازارچه را چقدر زیبا چقدر فسان وار که میبینی حلاوت میبری آبادی وطن ببینید. من خواستم با کل غریبا یک جایی که زیبا که وطن نشون بدم برادرایی که در غریبی هستن تماشا کنند و حلاوت ببرن. اینا برای شما بازارچه بهار من نشون میدم درست تماشا کنید و حلاوت می‌دارید در تماشا میکنید دیدن میکنید حلاوت. تیرماه خزان ریز اینا برادرها در تیرماه آمدن بازارچه بهار. اینا بازارچه بهار را دیدیم برادرها بازارچه بهار گوشه موسمی فروش میوه های دسترس. اینا برادرها وار که حلاوت میبری بازارچه را بینید. کی میدونه همین در کجای دوشنبه ما قرار داره. اینا برادرها بازارچه بهار را دیدیم. اینا تمام جای شهر دوشنبه آبادی رفته است برادرها. اینا این گل کاری ها را بینید در نزد بازارچه بهار. در حقیقت اینجا بهاره میایی به بهار فقط تماشا میکنی گل کاری ها را بینید. اینجا در حقیقت بهارم حس میکنی بهار. این بازارچه را دیدیم برادرها بازارچه بهار. نه برادرای یک جای میداریم تماشا میکنیم بینیم بازارچه را حلاوت ببریم. یک بازارچه که موسمی مونیده برادرای مقصد در وقت بهار در وقت تابستان در دیگه فصلا اینجا بین دامو دایمی تماشا میکنی حلاوت میبریم. این برادرها سلام سازی برای شکت اینجا کارو خودم گاب نیست میگیره نوزی شما چه زیبا شروع. اینا برادرها دیدیم همه چه هست میایی خرید میکنی میری. اینا برادرها بهترین بازارچه در جمهوری تاجیکستان در پایتخت عزیزمون شهر دوشنبه. اینا برادرها تمامی نمود میوگی تمامی نمود همه هست. اینا برادرها دیدیم بازارچه برادرها. دوستان عزیز در تیرماه بهار آمدیم. این بازار بهار آمدیم وار که حلاوت میبری بهترین بازارچه. این همه شما توصیه میتیم بیاین و نرخی دسترس اینجا بازارچه دهقانه میایی خرید میکنی میری شب بهادر پیشه که فرزند داد زن کودک کار میخری حلاوت میبری. خدا نگهبان همه. ما دعا گوییم که همه وقت صلح صلاح امن در تاجیکستان عزیز ما باشد و مسلمانان روی دنیا همه وقت در امان خدا باشند. خدا نگهبان همه باقی سربلند خانواده.